خشونت تو جامعه ما به شدت بالاست. اینجا حرف نزن. خفه شو. شما یه روز با من فقط بیایم بریم توی پزشکی قانونی و صحنه‌هایی رو ببینین، نه از آدمای عامی بی سواد کم سواد، از آقایون حتی دکترا، یعنی دکترا داره یارو. اصلا من حتی یکی دیدم دکترای انرژی اتمی داشت، خودم باش حرف زدم. یعنی حتی میفهمیم که تحصیلات کلاسیک هم نمیتونه اون چرخه خشونتی که اینا توش رشد کردن بزرگ کردن و کنترل کنیم. اینا منتقل میکنن به زنشون، به بچهشون. خاله خدا پدر بیامرز من میره میگه من اون موقع ها ماتیک داشتم. آها. پدر پریا از در اومد تو، گذاشت تو گوش من تا جیغ زدم جوراباشو در آورد کرد تو دهن من، با یه پارچه دهنمو بس، عادتم داشت سری دستمو از پشت میبست، دستای منو بس، اینجوری نشستم روی زمین که ازم اعتراف بگیره. حالا فکر کنید اون جوراب، من حال بد از بوی این آدم اینقدر بدم میاد. جورابش رو حلقم، جورابشو کرد تو دهنم بست که تو ماتیک خریدی یا ماتیک داشتی یا ماتیک فلان، که ما کرده و نکرده رو اعتراف کردیم. کات فکر کنم نزدیک 7 ماه هم بود. خب پدر پریا چیز داشت، شاگرد داشت. من در اتاق باز کردم، یه خانمی که اتفاقا متأهلم بودن، شاگرد رزمیش بودن، رفتم توی دیدم پای خانم اینجای بابای پریاست. منم شربت برده بودم تو. خب شوهرم بود، لجم گرفت، کوبیدمش زمین، اومدم بیرون. خانم دوی گفت ساغر اشتباه نکن، ساغر میترسم به شوهرش بگم من این ورزش عمل، واقعا شاگردش بود شاید، ولی یه لباس جذب، لباس فول کنتاکت پا اینجا. من اومدم بیرون، جیغ کردم، داد و بیداد کردم بیاد. این اومد، موهای من بلند بود، بس به بند بارفیکس، به این خانمه گفت برو تو ماشین تو من بیا. تا این خانمه رفت، این موهای من بس به بند بارفیکس، دستای من دوباره از پشت اینطوری بست، رفت که این خانمه رو برسون. رفت فکر میکنم 7-8 ساعت بعد اومد، ولی 7-8 سال بر من گذشت و مجبور شدم تو خودم اعتراف کنم، چون حامله بودم. حامله بودی؟ 7 ماه.